نه دیگه قربون سرت بشم. سهم من و تو از آزادی فقط نیم تنه پوشیدن و شلوارک پوشیدن نیست. بیایم بگیم حجاب اختیاری میخوایم. ما آزادی و داد میزنیم که اگه پشت چهارراه واسادیم دست نکنیم تو جیبمون شیشه رو بدیم پایین بگیم کودک کار یه خیری بهش برسونیم. ما برای برابری آزادی و داد میزنیم. چون قبلا مادر بچه‌شو خواب میکرد میومد تا کمر تو سطح زباله دلا میشد که گشته نمونه بچه‌ش. الان همون بچه‌هاشو با چارپایه آورده میگه قدتون برسه به سطل آشغالی، خودتونم بگیرین دنبال نون، چون عرصه تنگ شده نمیتونیم شب سیر بخوابیم. بعد مسئولای ما میگن ما پا پیش میذاریم برای بازسازی لبنان. ما آزادی و داد میزنیم که با رفتن اینا بتونیم برگردونیم تمام اون آبهایی که از سدای ما دزدیدن و خوش کردن سدامونو فرستادن به کشورهای دیگه و پولشو گوشتن تو جیب خودشون. بله، با رفتن اینا و اومدن کسی که خودش و خاندانش همیشه خواسته به ما بفهمونه آقا زن و مرد با هم برابرن، آزادی بیان داره، زن حق رأی داره، میتونه آزادانه حرف بزنه، نه مثل اینا که این همه ساله زور بگن به ما برای ناموس ما تعیین تکلیف کنن چی بپوشه چی نپوشه. و تو نگاه کن صدای زن رو بستن 46 ساله، میگن اگر زن بخواد بخونه. این همه خواننده خوب زن داریم، میگه مرد تحریک میشه صدای زن رو بشنوه. بعد تو متوجه این نمیشی، میری بازی میخوری با این کافه هایی که درست میکنن، میخوان عادی سازی کنن، چون بلافاصله 48 ساعت بعد همون لوکیشن ها رو در سکوت خبری پلم میکنن. تو نباید گول بخوری، چون باید بفهمی که شوه این مراسمی که اینا درست میکنن توش دیجی پلی میکنن، اون ریمیکس هایی که داری باش بالا پایین میپری، خواننده هاش اگر برگردن ایران یا حکمشون اعدام یا حبس ابد. بعد تو همخونی هم میکنی باش، کی میگیره جاتو رو تنم کبودی بوساتو، کی خونده این آهنگو؟ شاهین نجفی. همینایی که این محفلا رو برات درست میکنن چه حکمی به شاهین نجفی دادن؟ مرتد اعلامش کردن و خونشو حلال کردن. چرا؟ چون تو آهنگاش هم اومده از آزادی حرف زده، گفته تو میتونی حقتو بگیری. بعد تو بازی میخوری با ماهایی که از آزادی حرف میزنیم قدم بر نمیداری، اما تو تیم اینا بازی میخوری باشون میدوی. و تو شیر دختری که پشت فرمون موتورت نشستی و با بوق موتورت جواب آژیر پلیس رو میدی، میخندی، همون مأمور پلیس موهای تو رو کشید موقعی که اومدی تو خیابون حق تو داد بزنی، سرتو زد به جدول. الان بفهم که دارن بازی در میارن. گل من و تو آزادی و داد میزنیم که کسی بیاد دوباره بشنویم از این جمله ازش. قدرت من فقط ناشی از قدرت شما. بله که تک تکمون قدرت داریم. اینا این همه سال به ما فشار آوردن که یک بی‌حجابی ما رو خوشحال کنه. ما قدرت داریم، تک تکمون میتونیم با همدیگه کمک کنیم برای آزادی ایران و آبادی ایران. برو بپیوند به همکاری ملی، ثبت نام کن و بدونیم که تو این مسیر خیلی زیادیم، زودتر خاکمون رو پس بگیریم.